فیلمی که امروز میخوام واسهتون معرفی بکنم فلای اور فایت، یعنی فیلم پرواز یا جنگی. سازنده این فیلم رو اینجوری معرفی کرده که یکی از سری فیلم های جان ویک هستش. اگر شما هم فیلم های جان ویک رو میشناسید میدونید که در مورد چی صحبت میکنه. موضوع فیلم در مورد اینه که CIA دنبال یک هکر میگرده و تمام اطلاعاتی که در دست داره اینه که اون یک شبحه و هیچ اطلاعاتی در مورد اون نداره. CIA مجبور میشه که این اطلاعات رو به دست یکی از ماموران ویژه خودش برسونه و اونو مسئول این ماموریت بکنه. سوژه مورد نظر وسط یک پرواز هوایی به سان فرانسیسکو گیر میافته. به جز مأمور CIA که دنبال شبح میگرده، مسافرین هواپیما هم پارن از قاتلینی که به خاطر $1,000,000 یا بهتر نگم قاتل بگم جایزه بگیرهای معروف تمام دنیا جمع شدن که شبح مورد نظر رو بکشن و جایزه $1,000,000 خودشون رو دریافت کنن. فرض کنید که چه اتفاقاتی قراره تو این هواپیما بیفته. خب من بیشتر دیگه صحبت نمی کنم به خاطر اینکه شما به ادامه دیدن تریلر فیلم بپردازید.